علم همه خیلی چیز خوبه. شما علم آموزتون، علم خداونده، علم شما عزیز میکنن، بزرگ میکنن. علم همه چیز خوبه که علم شما خوبیش همین که یک بار میگیرید یک عمر کار میفرمید. هر روز همه پولی که کار میکنه کیسه با نمونید، بانک با نمونید، صندوق با نمونید، ماینی سر بمونید. کی من نفهمی؟ این بانکرات نمیشد. من حاضر همین کار شما کردگی همین پولا ماینی سرتون موندن. شما اتاقی همین کار بعد از این درس یک تا دو تا فکر خوب میگیرید، دو تا سه تا فکر همین شما خودتون یکم دو تا فکر میکنید یک برابر دو برابر درآمد زیاد میشه. با این دفعه گوش میکنید یک تا دو تا فکر و همه انا میخل استراتژی یک بار ترنجور نزال روا دگه سراز موشکوش ما نمیشد کو و سراز چمپیون نمیشد کو. هر اومدگیش به 0.1%، 0.2%. همین چمپیون نمیخله. نه که من خلاص اومدم که آدمی که 7 سال از بالای خودش دائما بپریریف کار کنه، بپریریف پارالل نه همون مدل ساختگیش совершенствовать کرده رفتن گیره. 7 سال ماکسیموم 7 سال تا 10 سال این دیرش و مولتی میلیونر میشه.